وجود خدا برای شما طلبه‌های عزیز، دانشمندهای عزیز، هیچ دوره نروید. عبدالله مبارک میگوید بار میگوید در صحرا نگاه کردم که یک جوان میگوید خرد بود، 30 سالش خرد بود، گوسفند زیاد بانی میکرد. دلم سوخت که این چوپان است، این دیگر کی از خدا خبر میدهد؟ رفته یک آموزشش کنم تا که به خدا شناسی را تعلیمش کنم. وقتی میگوید پیش این کودک رفتم، گفتم با وجود خدا باوری داری؟ وی گفت بله باوری دارم. و چگونه اثبات میکنه که خدا وجود دارد؟ کودک سوال دادن. عبدالله مبارک برای تعلیم رفته بودن، لیکن از کودک تعلیم گرفتن. گفتن چگونه اثبات میکنی که خدا وجود دارد؟ گفت ای عبدالله مبارک، همین گوسفندهایی که من چوپانی میکنم، همینا احتیاج به یک نگهبان دارند، همیان احتیاج به من دارند، احتیاج به یک چوپان دارند که تا که اینها از ضرر گرگ و درنده ها نجات بیابند. من اینها را نجات داده ایستادم، اینها محتاج بر من هستند. پس این مخلوقی که در روی دنیاست چگونه نگهبان نداشته باشد؟ گفت ای کودک، گفت کیفیت خدا چگونه است؟ خدا چگونه است؟ مثلش چگونه است؟ گفت الله مثل ندارد، مانند ندارد. گفت چگونه؟ گفت آخر همین گوسفند بین و مرا ببین، گوسفند دیگر است، من دیگر هستم. گفت پس چگونه خدا مثل من باشد و من مثل خدا؟ عبدالله گفتن خوش به حال، در حق من دعا که گفتن. عبدالله مبارک از کودک دعا طلب کردن. کودک وجود خدا را میداند، معلمی که 5 دیپلم دارد میداند. 5 دیپلم وجود خدا را به یک عادی ترین مسئله بیان دارد. گو مرا یک تعلیم کن. گو تعلیم من بر تو این است ای عبدالله که اگر علم برای خدا گرفته باشی، در طمع را برای خودت بند کن. علم برای خدا گرفته باشی، ملا برای خدا شده باشی، مردم طله و تاراج نکن، از مردم پول نستان، امر معروف به مردم بیزنس نکن. لیکن اگر علم برای دنیا گرفته باشی، امید از جنت بکن. گفتن خوش به حالت. گفتن حضرت آمین کردن، از پیش کودک دور رفتن. یک کمپیر، من در برابر این معلم دانا کودک مثال میارم، یک کمپیر میگوید یک چرخ ریسی داشت، چرخ میریست، رشته میبافت، چرخه میگوید. یک جوان آمد پرسید ای ماما، گفت وجود خدا را چگونه اثبات میکنی؟ وقتی چرخه دور نگشت، چرخه را از دستش دور کرد که چرخه باز ایستاد. گفت ای جوان، گفت همین چرخه، گفت احتیاج به تاب دادن من دارد، حرکتی من دارد. پس این آسمان و ستاره و مهتابی که دور میزند، آیا اینها را کی حرکت میدهد؟ جوان قانع شد. برای آدمی با عقل یک نکته بس است، اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. حضرت امام ابو حنیفه ما و شما، صاحب مذهب ما و شما را گفتن خدا را اثبات کن. یک گویم مثل آدمای بی توفیق مثل این معلم گفتن خدا را اثبات کن، چگونه وجود دارد؟ گفتن مرا 2 روز مهلت دهید. میلش 2 روز بعد حضرت امام ابو حنیفه آمدن و گفتن اثبات کن. تو چرا؟ گفت 2 روز مهلت گرفتی؟ گو من در فکر یک کشتی بودم، یک کشتی که در بحر حرکت میکند، بی راننده رفته ایستاده است. من در فکر همون بودم که این کشتی بی راننده، بی شفیار گویم چه حرکت میکرده باشد. این به توفیقان گفتن خیلی به دانش بوده، 2 روز برای همین تحمل، برای همین فکر کردی که کشتی بی راننده چگونه حرکت میکند؟
تو نمیدانی که کشتی بیراننده حرکت نمیکند؟ گفت سری مقصد آمدی. مادام کشتی که بیراننده حرکت نکند، این دنیا را که حرکت داده ایستاده است؟ این ستاره هایی که حرکت دارند، این ماهتاب و زمینی که گردش دارد حرکت دارد، اینا را که حرکت داده ایستاده؟ ابن سواد گفت، در حال میگوید آدمی با فهم که بود، در حال گفت که من تسلیم شده.